مسئله سیوم ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قریب. ببینید این دو بالاگی کفایه نمیکند. کسی که الله تعالی را دوست دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت کند، ان من اطاع الرسول، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کند، الله تعالی را یگانه پرستش کند. یعنی در این انسان دو شرط عمل، شرط قبول عمل هست. یگانه پرست، خالصا لله عبادت میکند، با طبق سنت عمل میکند. لا یجوز له، برای این آدم جایز نیست که دوست دارد دشمن الله و رسول را، طرفداری از دشمن الله کند، ثنا به دشمن الله گوید. این جایز نیست. یعنی عملها را خالصا لله کنید، طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنید. ماشاءالله پنجشنبه دوشنبه روزه، شبها تهجد، ریشها دراز، مسواک ها در دهان، سنت ها را اجرا میکنید، لیکن یه دشمن الله را دوست میدارید، جانبداری از او میکنید، دفاع میکنید، تعریف میکنید. در این حالت گفتن لا یجوز، جایز نیست. ولو کان اقرب قریب، اگرچه پدرت باشد، نزدیکترین نزدیک ها باشد. و دلیل قوله تعالی، دلیل به این قول سخن الله تعالی که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله تعالی گفت که قومی را نمیابی که به الله ایمان داشته باشند، به روز قیامت ایمان داشته باشند و دشمن الله و رسول را دوست دارند. یعنی مسلمان حقیقی شخصی هست که دشمن الله تعالی را بد میبیند، دوست الله تعالی را دوست میدارد. الولاء والبراء، الولاء والبراء، دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی. امام بخاری در صحیح بخاری آوردند که دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است. بنابراین الله تعالی در دوامش شهادت داد به چنین شخصیت ها به ایمان. گفت که مؤمن حقیقی کسی که به الله و روز قیامت ایمان آورده است، دشمن الله تعالی و رسولش را دوست نمی‌دارد، اگرچه پدرهایشان باشد هم، اگرچه پسرهایشان باشد هم، اگرچه برادرانشان باشد هم، اگرچه از قبیله خودشان باشد هم. اینها شخصیت هایی هستند که در قلب آنها ایمان نوشته شده است، ثنا از جانب الله تعالی. یعنی اینا ایمان دارند. گفت ایمان اینها ایمان است. و ایدهم بروح منه، الله تعالی از جانب خود با روح آنها را قوت داده است و اینها را وارد بهشت میگرداند، جنتی که در زیر درختانش دریاها جاری میشد، خالدین فیها، آنها در جنت جاویدانی باقی میمانند، ابدی، جنت تمام نمیشد. رضی الله عنهم، از این هم بالاترش این است که الله از آنها راضی شد و رضوا عنه، از آن مکافاتی که الله تعالی به آنها داد آنها هم راضی شدند. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هستند. و آگاه باشید که حزب الله شخصیت های هستند که مفلحون هستند، موفق ها هستند، نجات یافتگان هستند.